آوای بوف تقدیم می‌کند. تنهای پرهیاهو. نویسنده بوهمیل هرابال. مترجم پرویز دوایی. راوی ساره مولایی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. قسمت سوم. تا دیر وقت شب کار کردم. یگانه وقفه هایم رفتن به سراغ لوله دودکش بود و نگاه به ساختمان 5 طبقه بالای سرم. مثل کانت جوان که به آسمان پرستاره نگاه می کرد. بعد دسته سبوی خالی در دست بر کف یک دست و روی 2 زانو خود را به بالا و به مدخل کوچه پشتی می رساندم و تلو تلو خوران به سراغ آبجو می رفتم. بعدش باز به همین ترتیب مثل کسی که از نردبانی پایین برود به زیر زمین می خزیدم. آنجا زیر نور لامپ بر میزی کتاب تئوری آسمان‌های کانت انتظارم را می کشید. در کنار آسانسور حمل بار بسته‌بندی‌های کاغذ آماده ایستاده بودند و چون در آن روز خاص بسته‌ای شامل 100 تا باسمه بزرگ خیس و مچاله از نقاشی گل‌های آفتابگردان وانگوگ به دستم افتاده بود، دیواره‌های اطراف تمام این بسته‌بندی‌ها به رنگ طلایی و نارنجی بر زمینه آبی می‌درخشید و عفونت موش‌ها و لانه‌های له شده و کاغذ پوسیده و گندیده را قدری تحمل پذیرتر می‌کرد. در این بین به حسب فشردن دکمه سبز یا قرمز دیواره تبل عقب و جلو می‌رفت و من در وقفه‌های کوتاه کتاب تئوری آسمان‌های کانت را می‌خواندم که می‌گفت: در سکوت شبانه، سکوت مطلق شبانه، وقتی که حواس انسان آرام گرفته است، روحی جاودان به زبانی بینام با انسان از چیزهایی، از اندیشه‌هایی سخن می‌گوید که می‌فهمی ولی نمی‌توانی وصف کنی. این کلمات مرا چنان تکان داد که باز به سراغ سوراخ دودکش دویدم و با آن تکه آسمان پرستاره بالای سرم مدتی چشم دوختم. بعد باز به سر کار برگشتم و شروع کردم با چنگک کاغذهای متعفن و خانواده موشها را در تبله ریختن. و هرچند کسی که کارش کاغذ باطل روی هم کوبیدن است مثل آسمانها از عاطفه نشانی نبرده است، این کار را بالاخره کسی باید انجام میداد. این کار کشتن نوزادها را، چنانکه پیتر بروگل تصویر کرده است. تصویرهایی که از قضا هفته قبل بسته‌های کاغذ باطلم را در آن پیچیده بودم. امروز دایره‌ها و محورهای طلایی و زرد رنگ آفتابگردان‌های وانگوگ در اطرافم می‌درخشیدند و این حس اندوه عمیق مرا تشدید می‌کردند. ولی همچنان به کار کوبیدن کاغذها و تزیین گورستان موشها ادامه دادم و در خلال این کار فصل به فصل به سراغ سوراخ لوله دودکش می‌دویدم و جمله به جمله کتاب تئوری آسمان‌ها را می‌خواندم. در هر نوبت فقط یک جمله را و هر جمله را مثل قرص مکیدنی، مثل آب نبات در دهان می‌انداختم و به این نحو در خلال کار از احساس عظمت و جلال و زیبایی بی حد و حصری که از هر سو بر من می‌بارید آکنده بودم. آسمان پرستاره بالای سرم از میان سوراخ دودکش و جنگ بین قشون موشها در فاضلاب‌های پراگ در زیر پا. 20 عدل کاغذ بسته‌بندی شده مثل قطاری با 20 واگن به مقصد آسانسور حمل بار کنار دیوار ردیف شده. دیواره‌شان از گل‌های طلایی آفتابگردان روشن بود. تبله هم هنوز پر از موش‌های خاموشی بود که انگار به چنگ گربه بیرحمی افتاده باشند. صدا ازشان در نمی آمد. طبیعت رحیم با وحشتی روبرویشان کرده بود، شدیدتر از درد که در لحظه حقیقت به سراغ یک موجود می آید. وحشتی آنچنان که هر نوع حس امن را از میان می برد. این امر همیشه باعث اعجاب من می شد تا آنکه یک روز ناگهان آکنده از احساس زیبایی و تقدس به خاطر جرأت حفظ سلامت عقلم در مقابله با آنچه دیده بودم و بر من، بر جسم و جانم در آن تنهایی پرهیاهو گذشته بود، به این وقوف رسیدم
که کار من دارد مرا با سر در حیطه نامتناهی قدرت مطلقه پرتاب می کند. نور چراغ بالای سرم بر من میتابید و دکمه های سبز و سرخ دیواره های تبله را به پس و پیش میراند تا اینکه عاقبت به ته توده کاغذ باطله ها رسیدم. بعد با بیل و با فشار زانو مثل کارگرهای ساختمانی تهمانده کاغذها را که مثل سنگ آهک سفت و گلالود بود از زمین کندم. آخرین تکه آن بار خیس و لغزنده را در تبله ریختم و در این حال احساس کارگری را داشتم که در اعماق کانالی متروک در کار پاک کردن فاضلاب است. کتاب تئوری آسمان‌ها را باز کردم و در آخرین بسته بندی جا دادم. دور تا دورش را سیم کشیدم و بر چهارچرخه به کنار بقیه بسته ها رساندم. بعد آمدم و بر پله‌ای نشستم. دو دستم در میان زانوهایم به سوی کف سرد و سیمانی زیرزمین آویخته بود. 21 دیواره گلهای آفتابگردان زیرزمین زشت و تیره را روشن کرده بود و بازمانده موشهای محروم از کاغذ به خود می‌لغزیدند. بعد موشی به سویم آمد و به من حمله کرد. روی پاهایش ایستاد و سعی کرد گازم بگیرد یا هل بدهد و بیاندازدم. با تمام قوای تن ریزش تقلا می کرد و به پاهای من می جهید و کف خیس کفشم را گاز می گرفت. چند بار ملایم پسش زدم ولی باز به کفش من حمله کرد تا عاقبت از رمق افتاد و در گوشه‌ای نشست و چشم به من دوخت. نگاهش را صاف در چشم من انداخت و من بار دیگر به لرزه در آمدم، چون که در چشمان این موش به چیزی بیش از آسمان پرستاره بالای سرم و قوانین اخلاقی درون خودم رسیدم. در یک لحظه همچون در جهش برق آرتور شوپنهاور به نظرم رسید که گفت بالاترین همه قوانین عشق است و عشق شفقت است. حالا می‌فهمیدم که شوپنهاور چرا از هگل قلدر نفرت داشت و خوشحال شدم که هیچ یک از آن دو فرماندهی دو سپاه متخاصم را به عهده نداشت، وگرنه از ساعت جنگی مثل جنگ سپاه موشها در کانال‌های پراگ بین آن دو جریان می‌داشت. آن شب به خانه که رسیدم چنان کوفته بودم که همان جور با لباس بر بسترم افتادم. دو دست را صلیبوار به دو سو گشودم و در زیر طاقی 2 تن کتاب و در نور اندکی که از خیابان و از لای ترک قفسه ها به درون میتابید به بالا نگاه کردم و وقتی که همه جا کاملا ساکت شد کم کم صدای خرت خرت جویدن موشها را شنیدم که در آسمان گسترده بر تخت خواب من دست در کارند و بعد از لابلای چند تا کتاب صدای تیک تیکی را شنیدم که مرا به وحشت انداخت، چون که فهمیدم موشها دیر یا زود در میان کتابها لانه درست می کنند و چند ماه بعد از لانه ساختن تشکیل خانواده می دهند و 6 ماه بعد از آن دهکده موشها به وجود می آید و با همین رشد تصاعدی ظرف 1 سال جمعیت موشها تبدیل به یک شهر می شود، شهری که می تواند الوارها و تیرها را با چنان مهارتی بجود و سوراخ کند که یک روزی که زیاد دور نخواهد بود، یک صدای بلند یا یک تکان ناغافل کافی است تا 2 تن کتاب را بر سر من آوار کند و انتقام موشهایی را که در میان بسته های کاغذ له کردم از من باز ستاند. باری نیمه خواب نیمه بیدار آنجا افتادم و مثل همیشه در گهواره خواب به هیئت ستاره های راه شیری آن دخترک کلی ریز قامت به نزدم می آید. دخترک بی سر و صدای معصومی که عشق جوانی های من بود و هر روز سر راه با ژست رقاصه های باله منتظرم بود. یک پا اندکی جلوتر و پنجه پای دیگری قدری رو به بیرون برگشته. زیبای از دیرگاه فراموش شده جوانیم. تنش از عرق و یک جور روغن معطر پوشیده بود که هر وقت نوازشش می کردم دستم را چرب می کرد. همیشه هم همان یک پیراهن حاضری دوخته را به تن داشت. پیراهنی که جلویش پوشیده از لکه های چربی و سوپ بود و پشتش لکه های گچ داشت
و آثار چوب پوسیده‌ای که این دختر هر روز در میان خرابه‌ها پیدا می‌کرد و به دوش می‌کشید و به خانه من می‌آورد. او را اواخر جنگ پیدا کردم. در میخانه هورکی چند تای آبجو زده بودم و داشتم به خانه برمیگشتم که دخترک در راه به من پیوست. همیشه هم کمی عقب‌تر از من می‌آمد، طوری که وقتی می‌خواستم با او صحبت کنم باید سرم را به عقب برمیگرداندم. هیچ وقت از من جلو نمی‌افتاد. همانطور بی سر و صدا دنبالم می‌آمد. به اولین تقاطع که رسیدیم گفتم خب خداحافظ، من دیگر باید بروم. و دخترک گفت که راه او هم از همان طرف است. به آخر خیابان لودمیلا که رسیدیم گفتم خب خداحافظ، من دیگر باید بروم خانه. و دخترک گفت که راهش از همان طرف است. باز آمدیم و من مخصوصاً تمام راه را تا خیابان ژرتوا طی کردم و در آخر خیابان دست به سوی او پیش بردم و گفتم خب دیگر من باید بروم خانه. ولی او گفت که راه او هم از همان طرف است. و آمدیم تا رسیدیم به خیابان هرازویچنوستی و من گفتم که دیگر به خانه رسیدم و باید خداحافظی کنیم. و موقعی که زیر نور چراغ گازی جلوی در خانه‌ام ایستادم گفتم خداحافظ، من اینجا زندگی میکنم. و دخترک گفت که او هم اینجا زندگی میکند و من با کلید در را باز کردم و به او اشاره کردم که داخل شود. ولی او سر باز زد و گفت که من اول بروم. و چون هوا تاریک بود من جلوتر رفتم و بعد از پله ها رفتیم پایین. رفتیم به حیاتی که درش 3 خانوار دیگر هم زندگی میکردند. و بعد رفتم به طرف در اتاقم و در را با کلید باز کردم و رو به سوی او برگرداندم و گفتم خب خدا حافظ، اتاق من اینجاست. و او گفت که اتاق او هم همانجاست و آمد تو و در بسترم با من شریک شد. و صبح که در رخت خوابی که از تن او هنوز گرم بود بیدار شدم، او رفته بود. ولی روزهای بعد از آن هر بار به محض آنکه پا در حیاط می‌گذاشتم دختر کولی را می‌دیدم که بر پله‌های جلوی اتاقم نشسته و چند تا تیر و تخته هم که از خرابه ها آورده بود زیر پنجره‌ام گذاشته. همچه که کلید در قفل می‌انداختم و در را باز می‌کردم مثل گربه از جا می‌پرید و می‌دوید توی اتاق من بدون آنکه هیچ کدام حرفی بزنیم. بعد من با سبوی بزرگ 5 لیتری می‌رفتم آبجو بگیرم و در این بین دخترک کولی بخاری فرچدنی قدیمی را که حتی با دریچه بسته آتش درش هوهو می‌کرد روشن می‌کرد. این اتاق سابق بر این کارگاه آهنگری بود و سقف بلندی داشت و بخاری درش در واقع در حکم کوره کارگاه بود و دخترک آتش را می‌گیراند و روی بخاری شام درست می‌کرد که همیشه همان گولاش سیب زمینی با کالباس گوشت اسب بود و بعد در کنار بخاری می‌نشست و مرتب تکه‌های چوب به دم آتش می‌داد و اتاق بعد از مدتی مثل کوره گرم می‌شد. آتش بخاری رنگ طلا به خودش می‌گرفت و بر دست‌ها و گردن و طرح مدام دگرگون شونده نیمرخ دخترک رشته طلایی عرق جاری بود. من همانطور با لباس بر بستر دراز می‌کشیدم و فقط گاه به گاه برای نوشیدن بلند می‌شدم و بعد که می‌نوشیدم سبو را به دخترک کولی می‌دادم که با 2 دست می‌گرفت و وقتی که می‌نوشید صدای حرکت کردن قضروف گردنش را می‌شنیدم که مثل تلمبه‌ای دوردست می‌نالد. اوایل فکر می‌کردم که دخترک به خاطر این به بخاری می‌چسبد و مدام آتش آن را تیز می‌کند که می‌خواهد رضایت مرا جلب کند. ولی بعدها فهمیدم که این آتش در وجود او نیاز درون او بود و بدون آتش نمی‌توانست زندگی کند. بعد خلاصه همینطور با هم به زندگی ادامه دادیم بدون آنکه من هیچ وقت درست اسم او را بدانم یا او بخواهد و لازم داشته باشد که اسم مرا بداند و ما هر شب خاموش و بی حرف به هم می رسیدیم. و هرچند هیچ وقت کلید خانه‌ام را به او ندادم و گاهی وقتها مخصوصا برای امتحان او تا نصف شب به خانه بر نمی گشتم،
همچه که کلید را به در میانداختم سایه‌ای از کنارم میگذشت و لحظه‌ای بعد دخترک کلی در اتاق من بود و کبریت میزد و با تکه کاغذی آتش هیزم بخاری را میگیرند و آتش در بخاری زبانه میکشید و هوهو میکرد و دخترک با ذخیره پیشا پیش 1 ماه آماده هیزم که زیر پنجره جمع کرده بود مرتب آتش را دم میداد و بعداً دیرتر موقعی که شاممان را در سکوت میخوردیم لامپ چراغ را روشن میکردم و نگاهش میکردم که یک تکه نان را چطور جدا میکند و در دهان میگذارد انگار که مراسم عشای ربانی است و بعد خرده های نان را از توی دامنش جمع میکرد و با یک حالت احترامی در آتش میریخت. بعد چراغ را خاموش میکردیم و به پشت بر بستر دراز میکشیدیم و به سقف و بازی سایه روشن نگاه میکردیم. و هر بار رفتن به سوی سبوی آبجو انگار حرکت در آکواریومی بود آکنده از جلبک و سایر گیاه‌های دریایی یا گذر از جنگلی انبوه در شبی مهتابی. و من موقع نوشیدن برمیگشتم و به دخترک کلیم نگاه میکردم که چشم به من داشت و سفیدی چشمهایش در تاریکی برق میزد و ما انگار که در تاریکی به هم بیشتر نگاه می‌کردیم تا در روشنایی روز و من همیشه تاریک روشن را دوست داشتم و این یگانه لحظه روز بود که به من این احساس را میداد که چیز مهمی قرار است برایم اتفاق بیفتد. در تاریک روشن همه چیز زیباتر جلوه می‌کرد. همه خیابان‌ها و میدان‌ها و مردمانی که در آنها گذر می‌کردند و حتی خودم هم این حس را داشتم که زیباترم، جوان و زیبا و دوست داشتم که در گذر از جلوی ویترین مغازه‌ها برگردم و خودم را در شیشه نگاه کنم و حتی وقتی که به پیشانی و کنار دهانم دست می‌کشیدم چین و چروک‌ها را احساس نمی‌کردم. بله، در تاریک روشن لحظه‌هایی در زندگی روزمره فرا می‌رسد که به آن زیبا می‌گویند. در نوری که از آتش بخاری می‌تابید دخترک کلی از جا بر می‌خاست و راه که می‌رفت می‌دیدم که دور پیکرش که طرحی از طلا داشت هاله‌ای پیچیده است، مثل هاله‌ای که دور تا دور پیکره ایگناسیوس مقدس بر پیشانی کلیسایی در میدان کارل را فرا گرفته است. دختر بعد از آنکه چند تکه چوب دیگر در آتش میانداخت میآمد و کنار من دراز میکشید و رو به من برمیگرداند و به نیمرخم چشم میدوخت و با نوک انگشت طرح بینی و دهانم را دنبال میکرد. هیچ وقت همدیگر را نمیبوسیدیم، همه چیز را با دستهایمان به هم میگفتیم. بعد همانطور دراز کشیده در بستر به زبانه‌ها و انعکاس آتش در بخاری کهنه نگاه می‌کردیم و به حلقه‌های نور که از جا دادن چوب‌ها برمی‌خاست. هیچ چیز نمی‌خواستیم جز اینکه تا ابد به همین صورت به زندگی ادامه بدهیم. انگار که قبلا همه چیز را به هم گفته باشیم. انگار که توامان به دنیا آمده ایم و هرگز از هم جدا نشده ایم. آن سال در آخرین پاییز جنگ رفتم و مقداری کاغذ آبی نازک مخصوص بسته‌بندی خریدم و یک گلوله نخ پرک و چسب و بساط و دخترک کلی ایستاد به تماشا و فقط فصل به فصل میرفت و آبجو میگرفت و میآمد و من سر تا سر یک روز یک شنبه را نشستم و بر کف اتاق بادبادکی درست کردم. بعد که تمام شد برداشتم و آویخته از نخ وزن کردم که وزنش میزان باشد، که صاف و خوب به هوا برود و بعد به دخترک یاد دادم که چطوری دنباله درست کند و از کاغذ برای بادبادک دنباله بلندی درست کرد، شبیه به یک ردیف پروانه به هم چسبیده. و بعد با هم رفتیم به ناحیه اوکروهیک و از بلندی تلی بادبادک را رها کردیم در هوا و بلند که شد یک مدتی نخ دادم تا رفت بالا و بعد چند بار لنگر دادم تا خوب رفت بالای سر ما و صاف و بی حرکت در هوا ایستاد و فقط دنبالش مثل مار در هوا پیچ و تاب می‌خورد. دختر کلی صورتش را با دست پوشانده بود و فقط چشمهایش پیدا بود، چشمهای بازمانده از اعجاب.
و بعدش گرفتیم نشستیم و من خواستم سر نخ را به دست او بدهم، ولی داد زد که نه، بادبادک برش می‌دارد و به هوا می‌بردش، مثل مریم مقدس که به آسمان ها می‌رفت. و من سر نخ را به دست او دادم و دست بر شانه‌هایش گذاشتم و گفتم در این صورت هر دو با هم به آسمان می‌رویم. ولی دخترک سر نخ را باز به دست من داد و گرفتیم نشستیم و دخترک سرش را به شانه من تکیه داد و بعد به فکرم رسید که چطور است که برای بادبادک قاصدی بفرستیم و باز سر نخ را به دخترک دادم، ولی او باز از ترس جمع و جور شد و گفت نه، بادبادک برش می‌دارد و می‌بردش به هوا و دیگر هیچ وقت چشمش به من نمی‌افتد. این است که من سر چوبی را که نخ بهش وصل بود در زمین فرو بردم و بعد یک تکه کاغذ از دفترچه یادداشتم کندم و نخ را از سوراخی در وسط این تکه کاغذ رد کردم و همچه که دوباره سر نخ را در دست گرفتم دخترک داد زد و پرید که قاصد را بگیرد، ولی قاصد در طول نخ بادبادک رفت و با هر وزش باد و تکان بادبادک این تکان از نخ به انگشت‌ها و به تمام تن من منتقل می‌شد. و حتی حس کردم لحظه ای را که قاصد بالاخره به بادبادک رسید و با آن تماس پیدا کرد و من سراپا به لرزه در آمدم، چون که ناگهان بادبادک خدا بود و من پسر خدا بودم و این نخ روح القدس بود که انسان را با خداوند پیوند می‌دهد و هم کلام می‌کند. بعد بادبادک را چند بار دیگر پرواز دادیم و دخترک بالاخره به خودش جرأت داد و سر نخ را در دست گرفت و مثل من تنش می‌لرزید، مثل بادبادکی که در وزش تند باد می‌لرزید و نخ را دور دست پیچیده بود و از شوق فریاد می‌زد. یک شب سر شب که به خانه برگشتم دیدم که دخترک کولی در خانه نیست. چراغ را روشن کردم و رفتم بیرون و تا صبح طول خیابان جلوی خانه را بالا و پایین رفتم، ولی اثری از او پیدا نشد، نه آن روز و نه روز بعدش و نه دیگر هیچ وقت. رفت که رفت. هر کجا را که میشد به دنبالش گشتم ولی بیفایده بود. دخترک ساده بچه وارم دست نخورده مثل تکه چوبی صاف، پاکیزه همچون نفس روح القدس که از زندگی چیزی نمیخواست جز اینکه هیزم و الواری را که از خرابه ها صلیبوار بر پشت میکشید در بخاری بریزد. چیزی نمیخواست جز آنکه گولاش سیب زمینی و کالباس درست کند و در بخاری آتش بیافروزد و بادبادک پاییزی هوا کند. بعدها فهمیدم که گشتاپو در گشت‌های خیابانیش او را دستگیر کرده و با یک عده کلی دیگر به بازداشتگاه فرستاده و این دختر را یا در بازداشتگاه مایدانک یا در آشویتس در کوره‌های آدمسوزی سوزانده یا در اتاق گاز خفه کرده بودند. دختر دیگر برنگشت. آسمان عاطفه ندارد. ولی در آن زمان من هنوز عاطفه داشتم. وقتی که در پایان جنگ باز اثری از او پیدا نشد، بادبادک و نخ و دنباله ای را که او درست کرده بود سوزاندم. دختر کولی که اسمش را هیچ وقت درست یاد نگرفتم. جنگ که تمام شد، هنوز تا دهه 50 زیرزمین محل کار من مدام پر از ادبیات دوران نازی ها بود و چه لذتی به من میداد له و لورده کردن خروارها، جزوه و کتاب مربوط به نازی ها، همه با یک موضوع واحد، صدها هزار صفحه با عکس جمعیت هلهله کننده، زنها و مردها و بچه ها و ریش سفیدها، کارگرها و دهقانان و سربازها و افسران SS، همه در حال هلهله. به خصوص لذت فوق‌العاده‌ای برایم داشت انباشتن تبله پرس من از عکس‌های هیتلر و خیل همراهانش. هیتلر در حال ورود به ورشوی آزاد شده، به پراگ آزاد شده، به وین آزاد شده، به پاریس آزاد شده. هیتلر در خانه، هیتلر در جشن برداشت خرمن، هیتلر با سگ گرگی وفادارش، هیتلر در بازدید از سربازان در جبهه، هیتلر در بازدید از دیوار دفاعی آتلانتیک، هیتلر عازم شهرهای فتح شده شرق و غرب، هیتلر خم شده بر نقشه های نظامی.
هرقدر بیشتر از این زنان و مردان و بچه‌های هلهله‌گر را در خمیر می‌کردم، بیشتر به یاد دخترک کلیم می‌افتادم که هرگز هلهله نکرده بود، که چیزی جز این نمی‌خواست که هیزم در بخاری بریزد، که گوشه‌ای از نانش را مثل تکه نانی در مراسم عشاء ربانی بشکند و به آتش درون بخاری نگاه کند، مجذوب و مبهوت حرارت و زمزمه آهنگین آتشی که از کودکی می شناخت و با قوم او پیوندی دیرین و مقدس داشت. آتشی که در حرارت و روشناییش رنجها را فراموش می کرد و لحظه اندوهگین به لبان او می آورد. انعکاس خوشبختی در اوج. حالا به پشت بر بسترم دراز کشیدم. همین چند لحظه پیش موش کوچکی بر سینه‌ام افتاد و بعد پرید به کف اتاق و تند و تیز زیر تخت خواب ناپدید شد. احتمالاً باید چند تایی موش در کیف دستی یا در جیب پالتو از محل کارم به خانه آورده باشم. از حیاط بوی سنگین فاضلاب می آید. به خودم می گویم باران در پیش است. از آن کار دشوار و آبجوهای پیاپی چنان کوفته و از رمق افتادم که قدرت حتی تکان دادن انگشتم را هم ندارم. 2 روز کار پیاپی برای روفتن و پاک کردن زیر زمین، به قیمت از بین بردن صدها موجود کوچکی که از زندگی هیچ نمیخواهند جز آنکه کتاب کهنه‌ای را دندان بزنند و در سوراخ‌های کاغذ باطل زندگی کنند، بچه درست کنند و بچه‌هایشان را در لانه‌های دنج شیر بدهند. موش‌های کوچولوی توی خودشان جمع و گلوله شده، مثل دخترک کلی من که شب‌های سرد در کنارم گلوله می‌شد. نه، آسمان عاطفه ندارد. ولی احتمالاً چیزی بالاتر از آسمان وجود دارد که عشق و شفقت است. چیزی که من مدت هاست که آن را از یاد بردم. AlvaGebuch.com 35 سال است که دارم در پرس هیدرولیکم کاغذ باطل روی هم میکوبم و 35 سال بود که فکر میکردم برای این کار شیوه دیگری وجود ندارد. تا اینکه از اینجا و آنجا شنیدم که در ناحیه بوبنی پرس جدیدی کار گذاشتند که کار 20 تا پرس مثل مال مرا به تنهایی انجام می‌دهد و عدلهای کاغذی درست می‌کند به وزن 300-400 کیلو که بعد آنها را با جرس‌هال مخصوص صاف می‌برند به کنار قطار. این را که شنیدم به خودم گفتم هانتا، این چیزی است که باید به چشم خودت ببینی. باید از همکاران دیداری کرد. وقتی که به بوبنی رفتم و آن ساختمان عظیم شیشه‌ای را که به ایستگاه راهن کوچکی شبیه بود دیدم و صدای گروم گروم به پرس را شنیدم، چنان منقلب شدم که نتوانستم سر بردارم و به پرس نگاه کنم. همانجا سر جایم ایستادم و خم شدم و به بند کفشم ور رفتم. فقط برای آنکه به این دستگاه مستقیم چشم ندوزم. برای من نگاه کردن به درون توده کاغذهای باطله و برخورد با جلد یا عطف کتابی نادر رویداد و موهبتی خاص بوده است. در این جور موارد به جای آنکه مستقیم به سراغ کتاب بروم، اول مقداری پشم فلزی برمی‌دارم، میله محوری پرس را خوب تمیز می‌کنم، بعد نگاه دیگری به توده کاغذ می‌اندازم و پیش خودم می‌سنجم که قدرت دست دراز کردن و برداشتن کتاب و باز کردنش را دارم یا نه. بعد که به این نتیجه رسیدم که احتمالاً قدرتش را دارم، دست دراز می‌کنم و کتاب را برمی‌دارم. و کتاب در این هنگام در دستایم مثل دستگلی در دست عروس در برابر محراب می‌لرزد. جوانی‌هایم هم موقعی که در باشگاه دهکده من فوتبال بازی می‌کردم همین حال را داشتم. می‌دانستم که اسامی بازیکنان تیم را زودتر از 5 شنبه بیرون میخانه ده پایین در جعبه اعلانات به دیوار نمی‌زنند. ولی روز 4 شنبه
قلب در گلو سوار دوچرخه به محل نصب تابلو می رفتم و همانطور سوار جعبه اعلانات را برانداز می کردم. اول چشم می انداختم به قفل و بعد به چارچوب جعبه. نمی توانستم مستقیم به خود اعلان نگاه کنم. بعدش عنوان باشگاهمان را ملایم و به دقت حرف به حرف می خواندم و آخر سر به سراغ اسامی اعضای تیم می رفتم که البته چون روز چهارشنبه بود هنوز اسامی اعضای هفته قبلی را از جعبه بر نداشته بودند. بعد سوار می شدم و می رفتم. روز بعد برمیگشتم و باز همانطور روی دوچرخه اول اطراف جعبه اعلانات همه چیز را خوب برانداز می کردم به جز صورت اسامی را و آخرش که قدری آرام می گرفتم و به خودم جرأت می دادم چشم را متوجه صورت اسامی می کردم. اول ردیف اسمهای یک تیم را می خواندم و بعد به سراغ اسامی اعضای تیم جوانان می رفتم و می خواندم و می آمدم پایین تا در بین ذخیره ها به اسم خودم می رسیدم و شادی می کردم. در برابر آن پرس هیولا در بوبنی هم درست همین احساس را داشتم. بعد از آنکه بر حول اولیه‌ام غلبه کردم به خودم قدری جرأت دادم و سر برداشتم و به دستگاه نگاه کردم که مثل محراب عظیم کلیسای نیکولاس مقدس در محله مالاسترانای پراگ سر به سوی سقف شیشه‌ای برداشته بود. پرس عظیم‌تر از آن بود که قبلا تصورش را کرده بودم. تسمه نقاله‌ای داشت به پهنای نواری که زغال سنگ را در کارخانه برق هولشویتسه به زیر رنده زغال ساب می‌ریزد. ولی آنچه بر این تسمه عریض به آرامی گذر داشت کاغذ و کتاب بود. کتاب‌هایی که کارگران جوان زن و مرد با لباس کارهایی کاملا متفاوت با آنچه من و امثال من می‌پوشیدیم بر این تسمه نقاله می‌ریختند. این کارگرها دستکش‌های نارنجی و آبی آسمانی به دست، کلاه بیسبال زرد آمریکایی بر سر و لباس کارگرهایی داشتند که جلویش تا پیش سینه‌شان می‌رسید. بندهایش از سر شانه‌هایشان رد می‌شد و پشت سرشان ضربدری وصل می‌شد به لباس و زیرش پلوور نازک معمولی و یقه اسکی پیدا بود. هیچ کجا اثری از لامپ و چراغ دیده نمیشد. روشنایی آفتاب بود که از دیوارها و سقف شیشه‌ای به داخل کارگاه میتابید و تازه در سقف دستگاه تهویه هم کار گذاشته بودند. ولی این دستکش‌ها بود که بیش از هر چیزی در من اثر کرد و حال مرا گرفت. چون که من همیشه با دست کار می کردم، دست لخت و بی‌حفاظ و دوست داشتم که اثر کاغذ را بر انگشت‌هایم حس کنم. ولی در اینجا هیچ کس به درک لطف ملموس کاغذ کمترین علاقه‌ای نداشت. تسمه نقاله کتاب‌ها و کاغذ پاره‌ها را با می می‌برد، همانطوری که پلکان متحرک در خیابان واسلافسکی آدم‌ها را بالا می‌رساند. و کاغذ و کتاب صاف میرفت و میریخت در شکم دیگی عظیم به عظمت پاتیلی که در کارخانه آبجوسازی اسمیخوف درش آبجو میپزند. و موقعی که تبله پر میشد تسمه نقاله خود به خود از حرکت باز میماند و از سقف پره گردنده‌ای به شکل یک سیلندر عمودی پایین می آمد و فشار شدیدی بر کاغذها وارد می آورد و خورناسی می کشید و باز بالا می رفت که بعدش تسمه نقاله تکانی می خورد و باز به حرکت در می آمد و با تکانهای بریده سیل کتاب و کاغذهای تازه را به درون تبله بیضی شکلی به بزرگی حوضچه وسط میدان کارل سرازیر می کرد. حالا که قدری آرام گرفته و بر هیجان اولیه مسلط شده بودم می دیدم که دستگاه دارد کل موجودی نسخه های چاپ شده یک کتاب را در تبله می ریزد و می کوبد و بسته بندی می کند و از پشت دیوارهای شیشه‌ای کامیون ها را می دیدم که از راه می رسند لبالب انباشته از بار جعبه های مملو از کتاب. همه نسخه های چاپ شده یک کتاب که مستقیم بر آسیاب خمیر درست کنی سرازیر می شود پیش از آن که با چشم و مغز و قلب آدمی تماس حاصل کند.
حالا برای اولین بار بود که می دیدم چگونه کارگرهای زن و مرد در پای تسمه نقاله در جعبه ها را پاره می کنند و کتاب های باکره را در می آورند، جلدشان را جدا می کنند و تن لخت کتاب را بر تسمه نقاله می اندازند، بی توجه به آنکه کتاب در کدام صفحه باز مانده است. هیچ کس حتی به فکرش هم نمی رسید که به کتاب ها کمترین نگاهی بیاندازد. چون که اگر من مدام پرسم را نگه می داشتم، در اینجا تسمه نقاله مدام در حرکت بود و باید مرتب کتاب رویش می ریختند. عملی بود غیر انسانی این کاری که در بوبنی داشتند می کردند. مثل کار در کشتی‌های ماهیگیری بود. موقعی که تور را از آب می کشند و کارگرها ماهی‌های بزرگ را از ماهی‌های کوچک جدا می‌کنند و هر کدام را سوا سوا بر تسمه نقاله‌ای می‌ریزند که مستقیم به دستگاه کنسرو سازی در داخل شکم کشتی می‌رود. یک ماهی به دنبال ماهی دیگر، کتابی از پس کتاب دیگر. به خودم جرأت دادم و از پله‌های منتهی به سکویی که دور تا دور طبله بیضی شکل کشیده شده بود بالا رفتم. از آن بالا نگاه می کردم و واقعا حس می کردم که انگار دارم دور دیگ عظیم کارخانه آبجوسازی اسمیخوف می چرخم که روزی 500 هکتولیتر آبجو درست می کرد. یا طوری که بر داربست طبقه دوم خانه‌ای در دست ساخت ایستاده باشم. به زیر پایم نگاه کردم و اتاقک فرمان و صفحه فرمان دستگاه را دیدم. با 10 دکمه روشن رنگارنگ، انگار که در کارخانه برق و باز ملخ گردنده و سیلندر عمودی فرود آمد و محتوی تبله را با چنان فشاری در هم کوبید که آدم بلیت باطله اتوبوسی را بی هوا بین انگشت‌ها له کند. گیج و هراسان به اطراف خودم نگاه کردم و کارگرها را دیدم غرقه در نوری که از دیوارهای شیشه‌ای برشان میتابید. با لباسکارها و لباسهای زیر و کلاههای رنگارنگشان، مثل پرنده‌های سرزمین‌های دور و غریب، مثل ماهیخوارهای رنگین پر و بال، سهره‌های دم سفید و سینه سرخ، مثل طوطی‌های رنگین کمانی. ولی علت هراس من این نبود. خوف من از آن جهت بود که به قاطعیت دریافتم این پرس هیولایی که در برابر من است دارد ناقوس مرگ پرس‌های کوچک را به صدا در می آورد. دیدم که معنی تمام این قضیه آغاز عصری تازه در شغل من است که این کارگرها موجوداتی متفاوت با عاداتی متفاوت هستند که دیگر ایام لذت‌های کوچک زندگی من به سر آمده، روزهای کشف کتاب‌های سهوم به دور انداخته شده که این افراد نمودار طرز فکر جدیدی هستند که حتی اگر هر یک از آنها به صورت مزد خشک از هر نوبت چاپ کتابی با خود به خانه میبرد، دیگر آن حالت سابق را نداشت و کار ما نسل قدیم دیگر به پایان رسیده است. ما قدیمی ها بی قصد و عمد باسواد شده بودیم. هر یک از ما در خانه‌اش از کتاب‌های بازیافته در میان باطله ها کتابخانه کوچک معتبری داشت. مجموعی از کتاب‌هایی که از نابودی رهانده بودیم. به این امید خجسته که در این کتاب‌ها روزی چیزی خواهیم خواند که هستیمان را دگرگون کند. ولی بزرگترین حیرت هنگامی به من دست داد که دیدم این کارگران جوان بی خجالت دارند شیر و نوشابه‌های غیر الکلی می نوشند. پاها را قدری از هم باز گذاشته یک دست بر کمر مستقیم از بطری می نوشیدند. در اینجا بود که فهمیدم آن روزهای خوش گذشته دیگر به سر آمده است. روزهایی که هر کارگری شخصاً بار کاغذ را با بیل در طبله می ریخت که با مصالح کارش با زانو و سینه و کف دست جوری که در کار مبارزه‌ای بوده باشد دست و پنجه نرم می کرد و در نتیجه در پایان روز کثیف و از رمق افتاده بود. ولی حالا دوره‌ای تازه با آدم‌های تازه و روش‌های تازه بود. فکرش را بکن. آدم سر کارش شیر بنوشد. در حالی که هر کسی می‌داند که حتی گاو شیرده هم حاضر است از تشنگی بمیرد و لب به یک قطره شیر نزند. دیگر تحملم به سر رسیده بود و نمی‌توانستم به این بساط نگاه کنم
پس چرخی دیگر دور پرس زدم که حاصل کارش را تماشا کنم. یک عدل بزرگ کاغذ بسته به اندازه ساختمان مقبره خانواده اعیانی یا گاف صندوق بزرگ مارک فرتهایم بر سطح سکوی بالابر بارکش فرود می آمد. بارکش چرخی زد و رفت و بار را بر شیب راهی گذاشت که مستقیم به کنار قطار بارکش ختم می شد. دو کف دست را در برابر چشمانم آوردم. دستهای کثیف انسانی با انگشتانی از شدت کار مثل پیچک مو پر از گره و گلوله. طولی نکشید که باز دستها را با کراهت به زیر آوردم. بازوها در دو سوی پیکرم بی حرکت آویخته و حالا فرجه وسط روز و وقت نهار فرا رسیده بود. تسمه نقاله از حرکت ایستاد و کارگرها زیر تابلوی اعلانات بزرگی با انواع و اقسام اخبار و اعلامیه نشستند. هر کدام جلوی خودش یک بطری شیر گذاشت و بعد بسته غذایی را که کارگر مخصوص برایشان آورد و بینشان قسمت کرد باز کردند و یواش یواش شروع کردند به خوردن کالباس و پنیر و نان کره مالیده و شیر و لیموناد نوشیدن و خنده و گفتگو و من به نرده بالای سر چسبیده بودم. از ترس آنکه به شنیدن آنچه جسته گریخته از گفتگوهایشان به گوشم میرسید از آن بالا به زیر بیافتم. معلوم شد که این افراد کارگرهای وابسته به بریگادکار سوسیالیستی هستند که هر جمعه از طرف کارخانه با اتوبوسی آنها را به ویلایی که کارخانه در ناحیه کوهستانی کروکونوشه در اختیار دارد میبرند. این کارگرها سال گذشته به صورت تور از طرف کارخانه به فرانسه و ایتالیا رفته بودند و امسال قرار است به بلغارستان و یونان بروند. بعد از اینکه دیدم چه راحت اسامی داوطلب‌های سفر بالکان را نوشتند و همدیگر را به پیوستن به این تور ترغیب کردند، هیچ حیرتی نکردم وقتی که دیدم این جوانها تا کمر برهنه شدند که از نور آفتاب که حالا در وسط آسمان بود استفاده کنند و آفتاب بگیرند و بعد مشغول گفتگو شوند که از وقت فراغت بعد از ظهر آن روز چطور نهایت استفاده را ببرند. بروند که در پلاژ زرد در کنار رودخانه شنا کنند یا بروند به استادیوم مدرژان و فوتبال بازی کنند. این قضیه گذراندن ایام مرخصی در یونان واقعاً زیر و رویم کرد. با خواندن هردر و هگل تمام عمر آرزوی رفتن به یونان را داشتم. با خواندن نیچه تصوری دیوژنی از دنیا به هم رسانده بودم، ولی در تمام عمرم هرگز به مرخصی نرفته بودم. همه مدت فراغتم را باید وقف کارهای عقب افتاده‌ام می کردم. رئیسم برای هر روز غیبت غیر موجه 2 روز کار به پایم می نوشت و اگر هم اتفاقاً 1 روز بیکاری داشتم آن را هم باید اضافه کاری می کردم، چون که همیشه عقب بودم. همیشه کوهی از کاغذ در زیر زمین و حیاط کارگاه انباشته شده بود، کوهی که هرگز از پسش بر نمی آمدم. این است که 35 سال است که با عقده روزمره سیزیفی زیسته و کار کردم، عقده‌ای که استاد سارت و از او بهتر استاد کامو آنقدر زیبا توصیف کرده اند. هرقدر که بسته‌بندی‌های کاغذ بیشتری از حیاط کارگاه بیرون می‌رفت، توده کاغذ بیشتری به داخل زیرزمین من سرازیر می‌شد. در حالی که بریگادکار سوسیالیستی در بوبنی کارش را همیشه رأس موعد مقرر تمام می‌کرد. حالا این کارگرها برنزه از آفتاب به سر کارهایشان برگشته بودند. آفتاب در حین کار رنگ پیکرهای یونانیشان را سیرتر می کرد. کار می کردند و این خیالشان هم نبود که قرار است به هلاس بروند. هیچ چیزی از ارسطو و افلاطون و حتی گوته که امتداد بازوی یونان باستان بود نمی دانستند. بی خیال کار می کردند. جلدهای کتابها را می کشیدند و جدا می کردند و بقیه کتاب صفحه های وحشت زده و موسیق شده کتابها را با منتهای خونسردی و بی‌اعتنایی بر تسمه نقاله می انداختند. بی هیچ احساسی نسبت به معنی که در هر جلد کتابی نهفته است. به اینکه
کتاب را یک نفر باید می نوشت، یک نفر باید ویراستاری می کرد، یک نفر طراحی می کرد، یک نفر باید حروفش را می چید، یک نفر غلطگیری می کرد، یک نفر باید نمونه های چاپی را می خواند و اصلاح می کرد، یک نفر باید صحافی می کرد، یک نفر باید چاپ شده ها را در جعبه بسته بندی می کرد. یک نفر باید به حساب دخل و خرج می رسید. یک نفر تصمیم می گرفت که کتاب شایسته خواندن نیست. یک نفر باید دستور می داد که کتاب خمیر شود. یک نفر باید تمام کتاب ها را به انبار می فرستاد. یک نفر باید بسته های کتاب را از نو در کامیون بار می زد. یک نفر باید کامیون را تا اینجا تا کارخانه میراند تا کارگران زن و مرد دستکش‌های نارنجی و آبی آسمانی به دست دل و روده کتاب‌ها را بیرون بکشند و آنها را بر تسمه نقاله بیاندازند و تسمه بی سر و صدا و بی امان با حرکات بریده صفحه‌های موسیق شده کتاب‌ها را به درون تبله آن پرس عظیم فرو بریزد تا تبدیل به عطرهای کاغذ شوند و بعد راه کارخانه کاغذسازی را در پیش بگیرند تا از آنها کاغذ سفید معصوم بی خط و نقش و نقطه‌ای بسازند تا باز از آنها کتاب‌های تازه‌ای به وجود بیاید. همانطور که پشت نرده ایستاده بودم و جریان کار را تماشا می‌کردم، یک گروه بچه مدرسه‌ای با خانم معلمشان در آفتاب کارگاه ظاهر شدند. اول فکر کردم که آمدن آنها به اینجا حالت گردش علمی را دارد، برای آنکه بچه‌ها با طرز کار بازسازی کاغذ نو از کاغذ باطل آشنا شوند، ولی بعد دیدم که خانم معلمشان یک کتاب برداشت، توجه شاگردها را به آن جلب کرد و بعد عملاً نشان داد که کتاب را چطور از جلدش سوا می‌کنند و بعد هم شاگردها یکی پس از دیگری شروع کردند کتابها را برداشتن و جلدها را از صفحه ها پاره کردند و هرچند دستهایشان کوچک بود و کتاب حسابی در برابرشان مقاومت می کرد، ولی عاقبت دستهای کوچک پیروز شدند و اخم زور و تمرکز از چهره بچه‌ها پاک شد و کارشان با حرکات تشویق‌آمیز افراد بریگادکار سوسیالیستی به خوبی ادامه پیدا کرد. این مرا به یاد موقعی انداخت که یک بار به دیدار مرغداری ناحیه لیبوش رفته بودم و در آنجا دختران جوانی را دیدم که از شکم جوجه هایی که بر نوار نقاله‌ای آویخته بودند دل و اندرونشان را با حرکاتی سریع و ماهرانه بیرون می کشیدند. درست مثل همین بچه هایی که دل و جگر کتاب ها را در می آوردند. آن دخترها هم جگر و شش و دل جوجه ها را هر کدام در سطل‌های مربوطه می ریختند و نوار نقاله جوجه ها را دورتر می برد تا عملیات دیگری رویشان صورت بگیرد. آنچه خیلی در من اثر کرد این بود که دخترهای مرغداری کارشان را با کمال سرزندگی و شادی هم انجام می دادند. کاری که در وسط هزاران قفس در هر قفس 10 جوجه نیمه جان صورت می گرفت. به اضافه چند تا جوجه از قفس گریخته‌ای که اینجا و آنجا می لولیدند و نوک بر زمین می زدند و هیچ به فکرشان نمی رسید که از چنگکی که بر نوار نقاله در انتظارشان بود بگریزند. به هر جهت بچه‌ها در جریان آموختن شیوه تکه پاره کردن کتاب‌ها چنان حرارتی از خودشان نشان دادند که دختر بچه و پسر بچه‌ای در جریان کشمکش با جلد کتاب‌های بدجنسی که سرکشی کرده و از تسلیم سرباز زده بودند انگشت‌های کوچکشان قدری زخمی شد و در حالی که معلم داشت زخم‌هایشان را باند پیچی می‌کرد چند کارگر به کمک آمدند و دل و اندرون کتاب‌های سرکش را بیرون کشیدند و با یک حرکت مچ دست بر تسمه نقاله انداختند. آسمان شاید بویی از عاطفه نبرده باشد، ولی من آن روز هر چه دیدم دیگر بسم بود. باری برگشتم و رو برگرداندم و از پله‌ها پایین رفتم و داشتم میرفتم بیرون که کسی صدایم زد. آهای هانتا، گوشه گیر پیر، چه میگویی راجع به این دم و دستگاه ما؟ نگاه کردم و دیدم آنجا کنار نرده و در سینه آفتاب جوانکی کلاه بیسبال نارنجی به سر با ژست تمام رنگی
بطری شیری در دست مثل مجسمه آزادی ایستاده. جوانک خندید و بطری شیر را تکان داد و من دیدم که بقیه کارگرها هم خندیدند و فکر کردم که شاید از من خوششان میآید که مرا میشناسند و تمام مدتی که داشتم در کارگاه پرسه میزدم مراقب من بودند و از اینکه اینطور مرعوب آن پرس عظیم و طرز کارش شده بودم به شوق آمده بودند. حالا داشتند میخندیدند و دستکش‌های زرد و نارنجی را در هوا تکان میدادند. من سرم را بین دو دست گرفتم و از راهرو بیرون دویدم. پشت سرم انواع صداهای خنده طنین انداز بود و من در برابر خنده ها در طول راهرو میدویدم. راهرویی که در دو سویش هزاران جعبه بسته کتاب و کاغذ چیده شده بود. جعبه هایی پر از کل تعداد نسخه های چاپ شده یک کتاب که در جهتی مخالف حرکت من به سوی کارگاه می رفت. و من در انتهای این صف جعبه ها ایستادم و نتوانستم خودداری کنم. گوشه یکی از بسته ها را پاره کردم و دیدم که کتابی که بچه‌ها داشتند پاره می‌کردند، کتابی که از انگشت‌های آن پسر بچه و دختر بچه انتقام گرفته بود، یک داستان حادثه‌ای مال بچه‌های کم سن و سال، چاپ سالهای قبل از جنگ است. یک نسخه از کتاب را درآوردم و آخرین صفحه‌اش را باز کردم و دیدم نوشته که تیراژ کتاب 85,000 نسخه است و چون که کتاب در 3 جلد بود، یعنی بیش از 250,000 نسخه کتاب در نبردی بی حاصل با انگشتان بچه‌ها درگیر خواهد بود. در راه رو می رفتم و هزاران نسخه کتاب خاموش و بی دفاع در جعبه هایشان از برابرم می گذشتند. مثل جوجه هایی که در کشتارگاه لیبوش از قفس ها گریخته بودند. جوجه هایی که در اطراف می پلیکیدند و به زمین نوک می زدند تا که دختر کارگرها دوباره بگیرند و از قلاب‌های نوار نقاله بیاویزند و مثل این کتاب‌های ردیف شده در راه رو به سوی مرگی پیشرس بفرستندشان. به خودم میگفتم اگر من میتوانستم به یونان بروم، به زیارت استاگیرا، زادگاه ارسطو میرفتم. در پیست مسابقات المپیک با زیر پیراهنی و زیر شلواری بند کفش‌ها را دور مچ پا بسته به افتخار تمام قهرمانان المپیک می‌دویدم. اگر من می‌توانستم همراه با بریگادکار سوسیالیستی به یونان بروم، برایشان فقط از فلسفه و معماری داده سخن نمی‌دادم، از همه خودکشی‌ها برایشان می‌گفتم، از دموستون و افلاطون و ارسطو حرف می‌زدم. اگر می‌توانستم همراه این بریگاد به یونان بروم. ولی آنها به دوره جدیدی تعلق داشتند و این حرفها در وجودشان نمی گرفت. امروز روز همه چیز فرق کرده است. غرق در این افکار از پله‌های پشتی به زیر زمینم، به تیرگی و افسردگی و بوی تعفن پایین رفتم. داشتم دستی به نوازش بر بدنه چوبی براق کج و کوله شده طبله قدیمی می کشیدم که ناگهان فریادی شنیدم، غرش دردآلودی، و رئیسم را دیدم که با چشمان خون گرفته به من خیره شده و نعره می کشد که این همه مدت کارم را انداخته و به کدام گوری رفته بودم که تمام حیات و زیر زمین را باز کاغذ باطله گرفته. هرچند تمام حرفهایش درست مفهوم نبود، اینقدر فهمیدم که از دستم خیلی عصبانی است که دیگر طاقت تحملش از دست پستی و رذالت من به سر رسیده. در حرفهایش خطاب به من داشت، صفتی را مرتب تکرار می کرد که در مورد خودم از زبان هیچ کس دیگری نشنیده بودم. بیقابلیت، بیقابلیت، بیقابلیت. اول آن پرس هیولا در بوبنی، بعد بریگادکار سوسیالیستی و سفر تفریحی تابستانیش به یونان و عاقبت من در دنیای تناقض‌های اخلاقیم. من بدبخت ابله خاک بر سر. باری آن روز بعد از ظهر تمام روز را یک سره کار کردم و مدام کاغذ باطله در طبله ریختم، جوری که انگار طبله پرس من آن تسمه نقاله در بوبنی باشد. یک همچه حالتی و هر قدر هم که عطف و جلد کتاب ها برایم اشوه می آمدند اعتنایی نمی کردم و می گفتم نه،
به هیچ کتابی نباید نگاه کنی، مثل جلادی بی‌عاطفه باش. جوری کتابها را در طبله می‌ریختم که انگار با ماده بیجانی سر و کار دارم. دستگاهم دیوانه‌وار کار می‌کرد و لرزان و تفتف زنان هم پای من می‌آمد. منتها چون به این سرعت کار عادت نداشت و در زیر زمین مدام با حالت سرماخورده و روماتیسمی دست به گریبان بود، حالا موتورش داغ کرده بود. تشنه‌ام که شد به بیرون دویدم و چند دقیقه بعد با یک بطری شیر به زیر زمین برگشتم. هرچند که هر جرعه شیر مثل تیغ تیزی از گلویم پایین میرفت، ولی دست بر نداشتم و مثل بچگی ها که روغن ماهی میخوردم شیر را هر طوری که بود جرعه نوشیدم و این کار چنان برایم مکروه بود که ظرف 2 ساعت تمام کاغذ باطله ها را از سر راه دور کردم، جوری که دوباره سقف سوراخ باز شد. این قضیه باز شدن سوراخ برایم مهم بود، چون که آن روز پنجشنبه بود. روزی که من همیشه با شوق و التهاب منتظر رئیس کتابخانه کومنیوس بودم که معمولاً می آمد. و این بار هم البته آمد و مثل همیشه با سبدی پر از کتاب‌های دورانداختنی فلسفی بالای سر سوراخ ایستاد و محتوی سبد را در سوراخ سرازیر کرد. ولی من خم نشدم که کتاب‌هایی را که پیش پایم افتاده بود بردارم، بلکه با بیل مستقیم به درون طبل سرازیرشان کردم. هرچند یک بار چشمم بی اختیار افتاد و وقتی که عنوان کتاب را دیدم دلم داشت پاره می شد. کتاب متافیزیک اخلاقیات بود. این کتاب را هم با سایر آشغال‌ها به داخل طبله ریختم و پشت سر هم بسته‌بندی کاغذ درست کردم. ضمناً آن روز اثری از باسمه آثار نقاشان کلاسیک در بین نبود و بسته کاغذ است دیگر. من فقط کاری را که به خاطرش مزد می گرفتم انجام می دادم. روزهای هنرپروری و زیبایی پردازی دیگر به سر رسیده بود. حالا می فهمیدم که اگر کاری را که به من سپرده شده درست و به موقع انجام دهم می توانم یک تنه نقش بریگادکار سوسیالیستی را بازی کنم و اگر بازده کارم را 50% بالا ببرم ممکن است برایم فرصتی به جهت گذراندن ایام مرخصی در ویلای کارخانه در کوهستان پیش بیاید و از آن بهتر شاید اصلا برای دوران مرخصی به یونان بروم و به عبارت دیگر این فرصت برایم ایجاد شود که با زیر پیراهنی و زیر شلواری در پیست میدان المپیا بدوم و در استاگیرا به زیارت ارسطو بروم. پس همچنان ادامه دادم به جرعه شیر نوشیدن و کار کردن، کاری غیر انسانی و بی احساس، جوری که کارگرهای آن پرس هیولا در بوبنی کار می کردند. غروب که شد و کارم به پایان رسید و ثابت کردم که برخلاف تصور آنچنان هم دست و پا چلفتی و بیقابلیت نیستم، رئیسم که در حمام پشت دفتر داشت دوش می گرفت از زیر دوش داد زد که دیگر حوصله سر و کله زدن با مرا ندارد و گزارشی برای مقامات درباره من نوشته که خودشان هر کاری که صلاح دیدند با من بکنند و مرا در اختیارشان می‌گذارد که برای بسته‌بندی کاغذ به جای دیگری منتقلم کنند. مدتی نشستم و به حرفهای رئیسم که داشت با حوصله خودش را خشک می‌کرد گوش دادم. بعد ناگهان به یاد مانچا افتادم و موجی از دلتنگی به خاطر او به من دست داد. مانچا تا آن موقع چند بار برای من نامه داده و دعوتم کرده بود که به کلانویشه که در همان نزدیکی ها بود به دیدنش بروم، جایی که از مدتی پیش در آن زندگی می کرد. باری یک جفت جوراب به پاهای کثیفم کشیدم و دویدم که به اتوبوس برسم. در غروبی دلگیر در شهرکی کنار جنگل پیاده شدم. از کسی نشانه خانه مانچا را پرسیدم و طولی نکشید که خودم را در برابر کلبه‌ای در جنگل دیدم که خورشید داشت پشت آن غروب می کرد. در را که باز کردم دیدم که نه در سرسرای پشت در کسی هست و نه در آشپزخانه و نه در اتاقهای دیگر. این بود که به سراغ باغ پشت کلبه رفتم و در آنجا با صحنه حیرت آورتر از آنچه در بوبنی دیده بودم روبرو شدم. در باغ بر زمینه شاخ و برگ گسترده سروها و صنوبرها و
و آسمان کهربایی مجسمه عظیم فرشته‌ای بزرگتر از مجسمه یادبود چخ در پراگ سر به آسمان برافراشته بود. بر بدنه مجسمه نردبانی تکیه داشت و بر پله‌های نردبان پیرمردی با لباس کار آبی آسمانی و کفش راحتی تنیسی ایستاده بود و داشت با چکش از دل سنگ سر زیبای زنی را در می آورد، یا سری را که نه مال زنی بود و نه مردی، بلکه چهره‌ای دو جنسیتی بود از یکی از رهبانیان ملکوت. و این پیرمرد برمیگشت و به زیر پایش به سوی زنی نگاه می‌کرد که بر صندلی نشسته بود و گاه گاه گل سرخی را به زیر بینی می‌برد. نگاه می‌کردم که پیرمرد چطور دارد اجزای صورت این زن را با ضربه‌های چکش و قلم مجسمه سازی به سنگ منتقل می‌کند. این زن مانچا بود که موهای حالا دیگر به خاکستری گراییده‌اش را به سبک ورزشکارها برستی زده و کوتاه کرده بود. مانچا حالت روحانیتی به خود گرفته بود و یکی از چشمهایش که یک ذره از چشم دیگرش پایین تر بود به او تشخصی می بخشید. اگر جوری نگاه می کرد که انگار چشمها را تنگ کرده، به خاطر دید ضعیف یکی از چشمهایش نبود. به خاطر این بود که یکی از چشمهایش همچنان به آن سوی دروازه ابدیت خیره مانده بود، به درون قلب یک مثلث سه پهلو برابر. به گفته زیبای یک اگزیستانسیالیست کاتولیک، به درون ذات هستی. چشم معیوبش نمودار خلل ابدی الماس بود. باری مات و مبهوت بر جای ماندم و آنچه در این صحنه بیش از هر چیز مایه حیرتم شد، دو بال گسترده سفید فرشته بود که حالت دو قفسه عظیم را داشت و انگار که در جنبش بود، طوری که مانچا لحظه‌ای پیش از فرود یا پرواز در هوا معلق مانده باشد. و حالا می دیدم که مانچایی که همیشه از کتاب نفرت داشت، که در تمام عمرش کتابی را تا به آخر نخوانده بود و کتاب برایش فقط مصرف قرص قبل از خواب را داشت، در این مراحل آخر عمر به مقام یک قدیس رسیده بود. حالا دیگر تاریک روشن غروب داشت به شب می پیوست و مجسمه ساز پیر بر نردبان با کفش‌های سفیدش انگار که در هوا معلق بود و مانچا در این حال دست نیمه گرمش را در دست من گذاشت و به سویم خم شد و تعریف کرد که این پیرمرد آخرین معشوق او و آخرین حلقه زنجیر در ردیف مردانی است که او در عمرش شناخته است. و چون پیرمرد فقط به صورت روحانی میتواند به او عشق بورزد، تصمیم گرفته که به جبران مجسمه یادبودی برای او بسازد که تا وقتی که مانچا زنده است در باغ خانه‌اش از دیدن آن لذت ببرد و بعد از مرگش آن را به صورت یادبود بالای سنگ قبرش بگذارند. پیرمرد در نور ماه که داشت بالا می آمد مشغول تکمیل حالت صورت فرشته بود و در این بین مانچا مرا برد که کلبه‌اش را از زیر زمین تا انباری زیر سقف نشانم بدهد. ضمن این کار به زمزمه برایم تعریف کرد که چطور زمانی فرشته‌ای بر او ظهور کرده بود و مانچا در اطاعت از امر فرشته با یک کارگر ساختمان طرح پیوند ریخته تمام پسندازش را صرف خرید قطع زمینی در جنگل کرده بود. بعد این کارگر ساختمان پی و پایه خانه ای را در جنگل برایش حفر کرده بود و دوتایی در این بین در خیمه‌ای می‌خوابیدند. بعد مانچا این مرد را ترک کرده و با کارگری آجرکار طرح دوستی ریخته بود و با هم در آن خیمه می‌خوابیدند و این کارگر دیوارهای خانه را برایش بالا برده بود. پس از آن مانچا نجاری را به زندگی خودش راه داده بود که برایش کارهای نجاری و ساختن در و پنجره ها را به انجام رسانده و در عین حال شریک بستر او شده بود. بعدش او را هم مانچا بیرون انداخته و جایش را به لوله کشی داده بود. لوله کش در همان بستر نجار می خوابیده و ضمناً کارهای لوله کشی تمام خانه را انجام داده بود. جای لوله کش را پس از اتمام کارش سقف ساز و شیروانی ساز گرفته بود که ضمن برخورداری از لطف خصوصی مانچا سقف خانه را ساخته و مرتب کرده بود. این آقا هم
جایش را به یک گچکار سپرده بود که روزها دیوار و سقف خانه را گچکاری و صاف و سفید می کرده و شبها از مهر مانچا بهره می گرفته. این شخص هم جای خود را به مبل و صندلی ساز واگذار کرده بود که در ازای استفاده از بستر مانچا برایش اسباب و اساسیه چوبی خانه را ساخته بود. خلاصه آنکه مانچا بدون کمترین وسیله و سرمایه‌ای به جز یک بستر و یک هدف مشخص برای خودش خانه‌ای ساخته بود. حالا هم با هنرمندی طرح پیوندی ریخته بود که عشقش هرچند افلاطونی چنان پرشور بود که ساختن مجسمه‌ای از مانچا را به شکل فرشته‌ای به عهده گرفته بود تا ما را به نقطه‌ای که از آن آغاز کرده بودیم بازگرداند و دایره زندگی مانچا را تکمیل کند. در این موقع لباسکار آبی آسمانی آمیخته با نور مهتاب که نامرئی می‌نمود همراه دمپایی‌های سفید از نردبان به زیر آمد. پیرمرد پایش که به زمین رسید دست مرا گرفت و گفت که مانچا همه چیز را برای او تعریف کرده بوده و این زن فرشته الهام اوست و چنان قدرت خلاقه‌ای به او بخشیده که حالا دیگر می‌تواند کار قادر متعال را به انجام برساند و مانچا را به فرشته‌ای مبدل سازد.